شما مورد استفاده قرار بگیره. شما لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، تا حد امکان دوستان و فرختگان ما ایره شیر بکنین که همه در این کار خیر شریک باشیم. اول واژه خراسان. واژه خراسان قسمی که در فرهنگ ده خدا یا واژه‌نامه ده خدا که امروز میگن، که کتاب قطور و بزرگی است که حیثیت دایره المعارف داره، میگه کلمه پهلوی است که از دو بخش تشکیل شده که خور است و آسان. خور در زبان پهلوی و در زبان فارسی امروز هم آفتاب یا خورشید میگن، و آسان خوب مشهور است. هر کلمه‌ای که در آخرش الف و نون، سین و الف و نون باشه و به معنای جای، مکان ارائه میکنه در فارسی یا دری، که خراسان یعنی به معنای سرزمین آفتاب یا طلوعگاه آفتاب. ایره فرهنگ ده خدا میگن. در منابع دیگر هم همین خراسان به معنای خاور زمین، یعنی خاور که عکسی باختر می باشه، عکسی مغرب ترجمه کردن. از جمله فخرالدین اسد گرگانی که شاعری مشهور است از گران ایران، که در داستان ویس رامین میگه که خراسان یعنی آنجا که خراسد، زبانی پهلوی هر کو شناسد. کجا از وی خور آید سوی ایران، خراسان را بود معنا خرایان، یعنی جایی که خورشید از او طلوع میکنه، مشرق زمین. یاقوت حموی هم یک جغرافیادان مسلمان است و شخصیت علمی مورد تایید دانشگاهیان دنیا و افغانستان است، که میگه با کلمه فارسی دری خورشید، نام خورشید و آسان، که گویا اصل و جای خور یعنی خورشید، آسان یعنی جای، که معنای جای ارائه میکنه. از این معلوم میشه از حرفی یاقوت حموی که در این فارسی یک زبان است، که فعلا در افغانستان یک جنجال کلان هم همیسته که اکثری مردمی متوسط و عوام را نمیدانند، سری مسئله کشکش میکنند، که اینجا یاقوت حموی میگه فارسی و دری یک زبان است. این نکته را باید بفهمید. خب بحثی هم موضوع میگیم که خراسان، کلمه خراسان معناش است که خلاصه براتون گفتم که استفاده از وقت کرده باشید. و دیگه خراسان قدیم یا خراسان اصلی شامل کدام سرزمین هاست، یا کدام سرزمین ها شامل خراسان می شود، سرزمین های امروزی کدام شامل خراسان دیروز می شود. اصلا خراسان اساسا در زمان حاکمیت ساسانی ها قبل از اسلام یک بخشی از ایران بنا نهاده شده به نام خراسان، که به 4 بخش رو تقسیم کرده بودند، که در زمان مسلمانان رو 4 ربع میگفتن یا 4 بخش، که اولش بخشی ربع نیشاپور بود. خراسان شامل نواحی شرقی ایران است، بخش‌های شمالی و شرقی افغانستان است، جنوب غربی ترکمنستان است، همه ازبکستان است و تاجیکستان و بخش‌های از قرقیزستان، و همچنان کل ولایت بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان شامل سرزمین خراسان میشه. اگرچند در این مسئله اختلافی هست که اونم در جریان سخن خدمتتان میگم. خراسان به 4 بخش تقسیم بود. ربع نیشاپور که شامل نیشاپور، بیهق، هوین، اسفراین، خواف و دیگر شهرهای شرقی ایران میشه. فقط شرق ایران شامل خراسان بود. دیگر ربع مرو یا ولایت مرو که شامل خراسان بود، که با مرکزیت مروی که فعلا در خاک ترکمنستان واقع است، و اونم ترکمن ها یا در زبان امروز و اما تشکیلاتی دارشون با نام مری یاد میکنند. مری که شامل سرخس بود، شامل خود مرو بود، شامل نیساز، شامل توس است، شامل ایبور است و جنوب غربی ترکمنستان امروزی، که شهر نیسا هم باعث یک شهر تاریخی فعلا در ترکمنستان وجود داره و جا ما بازدید کردیم و دیدیم، آثار قابل دیدن و بسیار جالب است. دیگر رو به هرات، هرات که با مرکزیت خود هرات بوده، شامل بادغیس، غور، فرا، شبرغان، جوزجان، اندخوی، فاریاب و بامیان. این به نام ربع هرات یاد میشه. جالب است برای خود منم که شبرغان و جوزجان و اندخوی و فاریاب هم
جزی از روی هرات بودند در تقسیمات اداری خراسان قدیم. دیگه چهارم هم روی بلخ است، شامل خودی بلخ مزار شریف امروزی می شود، قندوز است یا کندوز است، سمنگان است، بغلان است، تخارستان و بدخشان. این 4 راب خراسان قدیم تشکیل میده. یکی از روایت های دیگه هم در تاریخ است که زابلستان و کابلستان، همه زابلستان و کابلستان کل ماوراء النهر، کل ماوراء النهر که یعنی ماورای دریای آمو تا دریای سیهون چی یا سیردریا، کلی از شامل خراسان قدیم می شود. خب به هر صورت به این حساب بگیریم یعنی کابل امروزی هم شامل خراسان می شود. اینجا 3 نکته را میخوام که با برداشت که خودی من از مطالعه تاریخ کردم خدمتتان تقدیم بکنم و بسیار ضرور است که را بدانید. اولش هم است که بعضی چینل ها یا بعضی سخن های حتی شخصیت های سیاسی و کلان افغانستان ما دیدم که وقتی که از خراسان نام برده میشه میگه خراسان یکی از ولایت های ایران است. این بسیار کوتاه‌بینی است. درست است که خراسان امروز یکی از ایالت های و ولایت های ایران است در بخش تشکیلات اداری ایران، ولی خراسان قدیم که ما در ویدیوی مقدمه را نقشه از او را پخش کردیم و اینجا را براتون گفتیم شامل 2.5 بخش افغانستان می شود و یک کمی از ترکمنستان و 1 بخش از ایران می شود. به این حساب خراسان که گفته می شود و خراسان است که میراثبرش افغانستان است. این اشتباه در زمان تلقی نبکنند که بسیار کوتاه‌بینی است و فرار از تاریخ است. خراسان قدیم شامل اکثر بخش‌های افغانستان می شود. این نمیدانم که بزرگواری را سهوا گفته یا از اینکه قصداً گفته. خب به هر صورت یک سوی استفاده از تاریخ است و از ذهنیت مردم است که ما در همین ویدیوها یکی از مقاصد ما هم است که سوی استفاده سیاسی را از تاریخ جلوگیری کنیم و تاریخ قسمی که هست او را خدمت شما بیان کنیم. دیگه نکته دوم را که یادآور بشم با این جغرافیایی را که ما تاریخ مطالعه کردیم و خراسان را تعریف میکنه 2.5 چند خراسان اون زمان یا 3 چند خراسان اون زمان شامل افغانستان امروزی است که اگر ما ترکمنستان 15 و جایی را که بعدها در زمان روسیه تزاری از افغانستان جدا شده یا گرفته شده اگر اونم شامل افغانستان بودن 2.5 چند تا 3 چند خراسان قدیم شامل خاک افغانستان است که براتون گفتم که روی هرات، روی بلخ و مرو هم اطرافای مرو اکثرش در افغانستان فعلی امروزی است که این شامل خاک افغانستان است. اگر برای روایت دیگری تاریخ کابلستان و زابلستان هم جزئی از خراسان قدیم بگیریم معناش است که اکثریت خراسان قدیم شامل افغانستان است. به همین خاطر است که ایرانی ها در تاریخشان زیاد ترکیز سر ایران بزرگ یا ایران قدیم میکنن، هیچ وقت خراسان قدیم نمیگن. چرا این نکته باریکی را اونا میفهمن که خراسان اکثریت خاکش واقعی در سرزمین افغانستان امروز است. دیگه سومین نکته را که من میخوام عرض بکنم که او هم دلالت به این میکنه که میراثبر اصلی خراسان افغانستان امروزی است، او است که خراسان شگوفایی و عصر شهرتش و عصر بزرگان سیاسی و علمیش در زمان اسلامی بسیار زیاد مشهور شد. برنامه ولایت خراسان در خلافت عباسی تا با آخر ایجاد میشد و اینجا نماینده خلیفه در ولایت خراسان برای خلیفه خطبه میخواند. اکثر رجال سیاسی و علمی که در خراسان رشد کردند در خاک افغانستان امروزی، مثلا از جوزجان، فارابی در فاراب، جوزجانی در جوزجان، دیگه بزرگان علمی افغانستان مثل مولانا اینا همگی در همین خاک سرزمین امروزی بودن. بزرگای سیاسی هم مثل ابو مسلم خراسانی زاده افغانستان امروزی است. به این خاطر افغانستان میراثدار یا میراثبر سیاسی و فرهنگی و علمی خراسان قدیم است. این 3 نکته بود که ایره خدمتتان عرض کردم. عنوان دومی